در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 دهی چیمقلعه جماعت دیوتی سرز طبق نقشه چاره‌بینی‌های شعبه معارف و سازمان خوانندگان شهر پنجکند سمینار دائم عمل کننده مشورتی راهبران سازمان خوانندگان با اشتراک مدیر بخش سازمان خوانندگان شهر پنجکند و راهبران سازمان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر دهاتی پنجکند برگزار گردید. چاره‌بینی را سراول خوانندگان صنف 4A با راهبری صنف همراه و مشهوره با سراییدن سرود ملی آغاز بخشیدند. بعداً خوانندگان که خود اعضای زینه اخترانند به گروه ها جدا شده و هر دسته با نام خود برآمد نمود. اینچنین از جانب گلهای باغ امید این دبستان بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 80 سالگی لایق شیرالی سخنها گفته و شعرها قرائت نمودند. زیبازی و دستی تو زی قلبی به شکستی تو گل میکند جهانی ما زی عزم و خط خوشستی تو. بهر بالید خاطری حاضرین رقص زیبای به نمایش گذاشته شده و صحنه‌چه‌های تربیوی نیز اجرا گردید. مدیر بخش سازمان خوانندگان شهر پنجکند احمدوف معروف سخنرانی نموده و از نام مدیر شعبه معارف شهر پنجکند شاهیده مکملزاده به دیرکتور مؤسسه مذکور صالح و خورشیده و تشکیل کنندگان چنین یک چاره‌بینی نمونوی مینداری بیان نمود. از روی نقشه چاره‌بینی شعبه معارفی شهر پنجکند و اینچنین سازمان خوانندگان شهر پنجکند ما سمینار مشورتی دائم و عمل کننده راهبران سازمان خوانندگان شهر و دهات پنجکند را در امروز جمع آوردیم و امروز هممون از این چاره‌بینی که خوانندگان زنده اختران همکاری راهبری سازمان با راهبری صنف یک چاره‌بینی گذراندند که خاطرمان بود و از روی حقیقت زنده اختران بودن خودشان را خوانندگان نشان دادند و از فرصت مناسب استفاده برده خوانندگان زنده اخترانی که امروز فعالانه شرکت ورزیدند از نام خودم شخصا مدیر بخش سازمان خوانندگان شهر پنجکند و از نام مدیر شعبه معارف مکمل و شاهده تبریک و مبارکباد میگم این خواننده های عزیزی که امروز در این چاره‌بینی جشن های بزرگ تاجیکستان از این جمله 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 80 سالگی استاد شیرین کلام لایق شیرالی را خیلی ها پذیرفتند. برای اشتراکتان در این چاره‌بینی تمنای خود را رسانده استاده به شما پیش از همه دانش اعلی، انتظام نمونوی و در کارهای جمعیتی همیشه فعال بودنتون رو تمنا دارم. سپس تحت راهبری معلمه زبان و ادبیات تاجیک مولانا و سیاره با خوانندگان صنف 11 تحت شعار همکاری راهبری سازمان با راهبری صنف چاره‌بینی را ادامه داده و خوانندگان درباره سازمان، تاریخ و وظیفه‌های آن معلومات‌های پوره دادند. همچنان بهر نشان دادن اجرای وظیفه‌های اعضایان سازمان صحنه‌چه‌های تربیوی به نمایش گذاشته شده شعرهای وطن دوستانه قرائت نمودند. زینه اختران از روی 5 سمت فعالیت میبرد. سمت یکم تاجیکستان کشوری عزیزی من، سمت دوم دانش طلب و بزرگی آموز، سمت سوم در عالمی زیبایی، سمت چهارم چست و چالاکم ناترس و توانم، سمت پنجم تربیه مهنتی. اعضای زینه اختران نشان خود را دارد. تصویر نشان، محتوا، مضمون و آیین‌نامه آن را سازمان خوانندگان معین می‌نمایند. همچنان همایش با سخنرانی راهبری سازمان مؤسسه دلارا صالح و به انجام رسید. من صالح و دلارا راهبر سازمان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 من اما همگان شاهد چاره‌بینی با نام همکاری راهبر صنف با سازمان خوانندگان در این مؤسسه گذشت. در این چاره‌بینی همه رئیسان سازمان خوانندگان شهر و دهات اشتراک نمودند. همه آنها را شادباش نموده با آنها سلامتی بردباری تمنا دارد. گزارش مرتبه رحمان و برای برنامه اطلاعاتی پیغام.